آقای قربانی رفتی هتل اتاق بگیره، خب لبش اینجوری بود، خب رفت و آقا سلام علیکم. مسئول هتل گفت سلام بفرمایید. آقا اتاق خالی داری؟ گفت والا بالای اتاق هست، اگر مایل هستید برید بخوابید. گفت خیلی متشکرم. ساک بعد تخت پله رفت بالا، در باز کرد، دفت ساکا رو گذاشت، لباسو در آورد، اومد رو تخت بخوابه، دید یه شمع روشنه. گفت ای بابا شمع کجا بود؟ گفت خاموشش کنم. اومد بغلشم. چرا خاموش نمیشه؟ نفسم گرفت، ولش کن بگیریم بخوابیم. آقا گرفت حتی انداخت خوابید. بعد از 2 دقیقه یه آقای دیگه وارد شد، لبش اینجوری بود. گفت آقا سلام علیکم. گفت سلام قربان بفرمایید. آقا چه اتاق خوابی دارین؟ گفت والا بالای اتاق هست، یه نفر توش خوابه، اگر مایل هستید برید بخوابید. گفت خیلی متشکرم. ساک باش تق تق پله اومد بالا، تق 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 کیه؟ بفرمایید تو. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. برای خواب اومدی؟ بله. میشم شب بخوابم؟ بله. اما قبل خوابیدن اون شبش خاموش کنی. کدوم شب؟ هم که میگه جا اونم چه خاموش شد. کاری نداره من خاموش کنم. اومد بغلشم. اینکه خاموش نمیشه. او کاش برای دیونه چه خاموش نشد. دیونه هم که چیکار کنم؟ آقا بگیریم بخوابیم. بگیریم بخوابیم. آقا شب شما بخیر، شب شما گرفتن خوابیدن. بعد از 2 دقیقه یه آقای دیگه وارد شد. یه آقای دیگه وارد شد، لبش اینجوری بود. آقا سلام علیکم. سلام قربان. آقا اتاق داری؟ گفت والا بالای اتاق هست، 2 نفرم توش خوابن، اگر مایل هستید برید بخوابید. خیلی متشکرم. ساک بعد تق 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 پله اومد بالا، تق 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 کیه؟ یعنی کی روشه بگوشم. ببین بیا تو، اگه وا تو که شاور خاموش کنه. آقا بفرمایید تو. در باز کرد. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. برای خواب اومدی؟ آره. آقا شاور خاموش کنی. کجوری شب؟ هم که میگه جا اونم که خاموش کنه. کایا یا خاموش کنه. اومد بغلشم. چه خواهی شما کش با دیونه که خواهی بابا نفسم گرفت خواهی آقا چیکار کنیم بگیریم بخوابیم بگیریم بخوابیم شب شما بخیر شب شما گرفتن خوابیدن. بعد از 2 دقیقه یه آقای دیگه وارد شد، لبش اینجوری بود. اومد گفت آقا سلام علیکم. گفت سلام قربان. آقا چه اتاق داری؟ گفت والا بالای اتاق هست، 3 نفرم توش خوابن، اگر مایل هستید برید بخوابید. گفت خیلی متشکرم. پاک بعد تق تق پله اومد بالا، تق 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 کیه؟ یعنی کی تو شو بگم. آقا اگه تو شاور خاموش کنه. آقا بفرمایید تو. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. برای خواب آقا اون شاور خاموش کنه. کجا شب؟ هم تو میگه جا اونم که خواهی آقا خاموش کن. کجا بعد بغلشم. تو خاموش کنی شما کش با دیونه که خاموش کنی. آقا نفسم گرفت خاموش. فکر کنم شبش خرابه. آقا چیکار کنیم؟ بگیریم بخوابیم بگیریم بخوابیم. آقا گرفتم خوابیدم. بعد از 2 دقیقه یه آقای دیگه وارد شد، سالم. یا آقای دیگه وارد شد، سالم بود. آقا سلام علیکم. گفت سلام قربان. گفت باشه اتاق داری؟ گفت والا بالای اتاق هست، 4 نفر توش خوابن، اگر مایل هستید برید بخوابید. گفت مشکل نداره من میرم بخوابم. ساکو برداشت تق تق پله اومد بالا، تق 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 کیه؟ یعنی کی تو چه بگوشم؟ آقا اگه تو شاور خاموش کنی. آقا دوباره که خواهی آقا بفرمایید تو. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. برای خواب اومدید؟ بله. آقا شو شاور خاموش کنید. کدوم شب؟ آقا کی دوباره که خواهی خانه من خاموش. آقا کی خاموش کنید؟ نفسمو گرفت.